این بیمنجی درایو روی گوشی موبایل خودم. منتها تا آخر ویدیو تو هم قشنگ همینجوری روی گوشی خودت میتونی بریزی. ببین 4 تا شرط داره که بتونی این بازی رو روی گوشی موبایلت اجرا کنی. شرط اول اینه که فقط گوشی داشته باشی. یعنی این گوشی هم باشه هیچ مشکلی نداره. اینم اجرا میکنه. شرط دوم اینه که اینترنت داشته باشی. اینترنت یعنی در حدی که همین الان تو یوتیوب اومدی. خب این شرطم میدونم که داری. و شرط مهمتر و سوم اینه که یه کامنت و یه لایک و یه حمایت خوب انجام بدی از لوتکافیکس که کامنت های شما و حمایت های شما برای من خیلی ارزشمنده. شرط چهارم که آخر ویدیو بهتون میگم. اول از همه بیمنجی درایو رو تو میتونی نصب کنی و اینجوری پلی بدی. حتی یه روش دیگه هم وجود داره که ماشین ایرانی هم وارد بیمنجی درایو اینجوری کنی و دیگه با این کیفیت و با این گرافیک بازی رو اجرا کنی بدون لگ و بدون اینکه گوشیت فشار بیاره و بدون اینکه حتی گوشی قوی بخواد. حتی برای سوالم پیش اومد گوشیت میاره یا نه، مدل گوشیتو برام کامنت کن. من خودم چند بار تو مپ‌های مختلفم رفتم براتون که بهتون نشون بدم که رو گوشی خودم که دارم اجرا میکنم این گرافیکه و بدون لگ و افت فریمه. البته افت فریم داشتم، منتها حالا یه تنظیمات یه کاری کردم که دیگه این اتفاق نیفتاد. خب با این برنامه اول شروع کنیم. تا آخر ویدیو یه برنامه دیگه هم بهتون میگم که هر جوری شده بازی رو بریز. اسم برنامه بیکیه. شما میرید تو گوگل پلی نسخه رسمیشو دانلود میکنید. این برنامه کارش اینه که به صورت کلاود گیم یعنی اینترنتی گوشی شما رو به یه پی سی که شرکت خود بیکی داره شما وصل میشید و بیمنجی و هزاران بازی دیگر رو پلی میدید. اما یک سری مراحلی داره و یک سری مشکلاتی ممکنه توش شما بخورید. مثلا همین اول خب یه ثبت نام میخواد. ثبت نام ساده است. منتها یه مشکلی که برای اکثر بچه‌ها فکر کنم پیش میاد و برای خودم هم پیش اومد که این لاگین با گوگله که نمیره. اصلا هر کاری کنی نمیره. راه حلش اینه که شما حالا اگه میشه حالا با یه وی پی ان معتبری چیزی با لاگین با فیسبوک انجام بدید و اکانت فیسبوک خودتون رو به این برنامه وصل کنید. وارد برنامه میشید. برنامه رو میبینید چقدر بازی من میتونم تو این بیمنجی درایو تو این بیکی پلی بدم. اما یه مشکل مهم اینجا پیش میاد. ببینید رو هر بازی که میزنید و پلی میزنید میبینید نمیشه. یا از شما این برنامه اشتراک میخواد، یعنی باید یه اشتراک مثلا یه ماهه بخرید و بازی رو پلی بدید، یا میتونید یه کار دیگه هم کنید که خود برنامه یه پلن رایگان براتون گذاشته. اینجا میان یک سری تبلیغاتی اصلا به عنوان فری زده، خود برنامه گذاشته، کاملا هم رسمی و قانونی و همه چی هست که یوتیوب به من گیر من چیز قانونی دارم و میزنید روی این و میاد الان اینجا شما میتونید تبلیغات رو نگاه کنید. بعد اینکه تبلیغات رو نگاه میکنید هر تبلیغی هم مثلا کلا زمانی نمیگیره، یک سری تایم بهتون میده که مثلا 5 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه جمع میکنید و در نهایت میتونید ساعت‌ها بازی‌های مختلف و مثل من بازی کنید. منتها اول ویدیو بهتون گفتم، اینجا هم بهتون میگم، دیدید که اینجا من ماشین ایرانی آوردم روی گوشی موبایلم بدون که حتی پی سی داشته باشم یا گوشی قوی داشته باشم. رو بیکی نمیشه. رو بیکی میشه کلی بازی رو اجرا کرد بدون پی سی ها، اما میتونی شما از کلاد گیمینگ های ایرانی رسمی دیگه استفاده کنید که اونها خودشون ماشین ایرانی رو اضافه کردن. مثلا کلاد گیمینگ رسیک یه کلاد گیمینگ ایرانیه که شما میتونید مثلا بیمنجی درایو رو بازی کنید. اما اینجا یه نکته مهم پیش میاد. تو هر جای این ویدیو برات سوال پیش اومد، از هر سوالی میتونی تو کامنت از من بپرسی و من به جواب میدم. براستی این ویدیویی که داری میبینی ویدیو قبلی ما، حتما نگاش کن که چیزای مهمی گفتم که نمیدونی.